هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت بارحم. اما بعد، تلاطف نمودن یعنی مهربانی نمودن شوهر هنگام یکجا شدن با عروس. برای شوهر مستحب است که مهربانی نمودن عروس چون داخل خانه با او شود، مثل پیشکش کردن نوشاکه و مانند او طبق حدیث اسماء بنت یزید و ابن سکن رضی الله عنه که گفتند: من عایشه را برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آرایش دادم، پس از آن پیشش رفتم او را فریاد کردم تا به او عایشه نظر کند. پس او آمد و به پهلویش نشست. پس از آن کاسه کلان پر از شیر آورده شد. سپس خودش از آن نوشیده کاسه را به عایشه تناول کرد. عایشه سرش را پایان کرد و از گرفتن آن شرم کرد. اسماء گفت: من عایشه را سرزنش کردم و او گفتم کاسه را از دست پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گیر. پس او گرفته کمی از آن نوشید. سپس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به او عایشه گفت: به دوگانه‌هایت کاسه را بده. اسماء گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بلکه خودت نوشیده پس از آن کاسه را به من از دست خودت تناول کنم. او نوشید، بعد از آن کاسه را به من داد. سپس اسماء به جای خود نشسته کاسه را بالای دو زانویش گذاشت. سپس با لبهایم کاسه را دور زده او را می‌لیسیدم تا دریابم همان مکانی را که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از آنجا نوشیده بود. پس از آن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به من فرمودند که همان شیر را به زنهایی که در نزد من نشسته بودند تناول کنم. آن زنها در برابر خود گفتند: ما اشتها نداریم. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: گرسنگی را با فریبدهی جمع نکنید. حدیث را روایت کردند امام احمد با دو اسناد، یکی از آنها دیگرش قوت می‌دهد و این چنین امام حمیدی در مسندش از برای حدیث مذکور در طبرانی شاهد است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.